خدا موردی که امروز نشون میدم مربوط به بیماری هست که نامرتبی شدید دندونای فک پایین مشخص وجود داره و جلوزدگی در فک بالا. البته شکل دندونا همونطور که ملاحظه میشه شکل مطلوبی نیست. لب‌پریدگی و زاویه‌ای که در این نقطه وجود داره و کوتاهی تاج دندونا نشون میده که بعد از درمان ارتودنسی کار زیبایی هم براشون انجام میشه که خوشبختانه انجام شده. این نتیجه نهایی درمان هست و همونطور که ملاحظه میشه رابطه عالی کلاس 1 در دو طرف ببندیم و باز کنیم. اصلاح نامرتبی در فک پایین باز کنیم. باز کاملا فک پایین عالی شد. متشکرم. ببندید.